ما همون سوال ما هم از خطه پیوست شدیم. سوال اویدی همون اید بود استاد. بله. در افیبر ایده 21 اعلام کردن ولی روزی 16 اعلام کردن، از روز دوشنبه اعلام کردن و فکر کنم که تمام دنیا 20 اعلام کردگیه. ما همینجا دلیل شدیم که ای روی که کجا ایده جشن گیریم، روزه گیریم یا روزمون بخوریم در روز 20. الله المستعان. یک قسمت 19 اعلام کردن، افغانستان و نیگریه. اکثری دنیا روزی 20 و بعضی کشورها روزی 21. اکنون اصلش برادرای عزیز، نماز از روزه به قوت است. نماز ستون دین مقدس اسلام است. در نماز ما گوناگونیم. یعنی خیتای در دیگه وقت نماز میخواند، امریکا در دیگه وقت نماز. خیتای بامداد خواند، امریکا خفتم میخواند. مسلمان آده در یک روز نماز ما فرق میکند. اگر روز ما هم یک روز درست فرق کنه هیچ گپی ندارد اصلا. چون که مطلعی آفتاب که گوناگون است، مطلعی آفتاب هم گوناگون خیلی قولا هست. یعنی احتمال جای دارد که یعنی یک کشور بر وقتر بیند یا نبیند، یک کشور پگاه بیند. برای آنکه خیتای روز 19 روزه داشته بود، یکم روزش. بله استاد 19 سال کرده. روز دهم روزه داشت. با رمضان اینها 30 روز حساب کرده است. از بله همین حساب 21 میشد. مثال تاجیکستان 19 داشت ولی رمضان 29 حساب کرد. بنابراین روزی 20 روزی ایدش است. مملکت عربستان سعودی و پیروانش 18 اعلام کرد. لیکن امروز که ماه ندید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فین غم علیکم فاکملوا العده 30. اگر روزی مثلا 29 روزی ابرناک شود یا ماهی نو ندیدید، ماهی کهنه را 30 روز حساب کنید. بنابراین پگاه در عربستان و در بسیاری کشورها همچون روزی 30 رمضان هست، یعنی آخری رمضان است. اینا دیگه علاج ندارن، روزی 20 اید میکنن، چون که رمضان هیچگاه 31 روز نمیشه. به هر حال یعنی همون قولی که در بالا اشاره کردیم که هر یک کشور میتونه طبق همون فتوای همون کشور عمل کند، این قولی معتدل است. یعنی در کجای باشید همون خیل عمل کنید، گناهکار نمیشید برادر.